سلام دوستای ناخنی. امروز قراره با هم یه لنز ناخن جذاب و حرفه‌ای درست کنیم. پس حتما این ویدیو رو تا آخر ببین و اگه اولین بار کانال منو میبینی لطفاً لایک و سابسکرایب یادت نره. برای درست کردن لنزمون من میام از کاغذ فرمر استفاده میکنم و با یه قلم لاینر اون طراحی که میخوام اجرا کنم و روی کاغذ فرمرم مرحله به مرحله اجرا میکنم و میذارمش یووی تا خوش بشه. خب من میخوام میکی موس بکشم، پس میام اول از لاکژل سفیدم استفاده میکنم و قسمت سفیدی صورت میکی موسمو روی کاغذ فرمرم میکشم. من یه مقدار اینو بزرگتر میکشم برای اینکه شما راحت تر بتونین ببینین. بعد اینکه گذاشتمش یووی خوش شد، حالا میام با استفاده از لاکژل مشکیم قسمت های مشکی صورت انیمیشنمو میکشم. برای این کار شما حتما باید اون طراحی که میخواین اجرا کنین و جلوتون داشته باشین. حالا یا میتونین از قبلا چاپ کنین اون طراحی رو، یا اینکه اگه با تو گوشیتونه میتونین گوشیتون جلوتون بذارین و مرحله به مرحله نگاه به طراحیتون میکنین و بعد روی کاغذ فرمرتون اجرا میکنین. بعد اینکه طراحیتون رو کشیدین میذارینش داخل دستگاه خوش بشه. میایم ما از تاپ شاین استفاده میکنیم. خب یعنی در واقع به وسیله همین تاپ شاینه که طراحی رو که اجرا کردیم ما میخوایم از کاغذ فرمرمون جدا کنیم، یعنی میخوایم یه لنز داشته باشیم. پس میایم به وسیله موچینمون طراحیمون رو از رو کاغذ فرمرمون جدا میکنیم. برای جدا کردنش دو تا لبه فرمرمون رو که تا بزنیم میبینین به راحتی این طراحیمون جدا میشه. بعد میایم روی ناخن فیکس کنیم. برای فیکس کردنش ما باید از بیس کات استفاده کنیم. بچه من یه مقدار طراحیم بزرگتره، بهتون گفتم بزرگتر اجراش کردم که شما به راحتی بتونید ببینید، اما برای اینکه بخوایم روی ناخن فیکسش کنیم حتما باید سایز ریزترش رو شما طراحیتون رو بکشید. خب اینم از این آموزش. حتما اگه از این آموزش خوشت اومد حتما یه قلب برام بذار، تو کامنت ها بگو که چه طرحی رو دوست داری آموزش بعدی بهتون آموزش بدم. مرسی که ویدیو رو تا اینجا دیدین. تا ویدیوی بعدی، بای بای. مرسی.